سلام و درود به دوستان و همراهان دژاوو. لطفاً برای اینکه داستان‌های جدید رو از دست ندین، کانال رو سابسکرایب، ویدیو رو لایک، کامنت و فعال کردن زنگوله رو فراموش نکنید. بشنویم داستان امشب رو. اسم من بهروز و اهل مشهدم. 25 سالمه و توی یه مغازه پارچه فروشی کار میکنم. فعلا مجرد هستم و با مادرم زندگی میکنم. تا همین 2 سال پیش خونمون توی یکی از کوچه های خیلی قدیمی مشهد بود. از اون کوچه هایی که صاحباش برخلاف بقیه چندان تمایلی به نوسازی و در واقع آپارتمان سازی نداشتن. پدر خدا بیامرز منم همین جوری بود. هرچی بهش میگفتیم همین امروز و فرداست که سقف خونه بریزه رو سرمون به خرجش نمیرفت. میگفت بعد از اینکه من مردم هر کاری خواستین بکنید ولی منو سر پیری آواره نکنید. بالاخره هم حرف خودش شد و تا زمانی که زنده بود ما به احترامش دست به اون خونه نزدیم. حدود 2 سال پیش عمرشو داد به شما. بعد از فوتش و انجام مراسمات همه خواهر و برادرها دور هم جمع شدیم تا یه تصمیم درست برای اون خونه بگیریم. همه موافق فروش خونه بودن. برای همین قرار شد فعلا یه خونه برای من و مادرم اجاره کنیم و خونه رو بسپریم به بنگاه. همین کارو هم کردیم. اما کسی به اون قیمتی که ما گذاشته بودیم خونه رو نمیخواست. چند ماهی صبر کردیم و وقتی دیدیم مشتری پیدا نشد تصمیم گرفتیم خودمون بسازیمش و هر کی یه واحد جای سهمش برداره. چند تا پیمانکار اومدن و خونه رو دیدن و بالاخره با یکیشون قرارداد بستیم. پیمانکار گفت خونه رو کاملا تخلیه کنین که از هفته بعدش بیاد برای تخریب و گود برداری. خونه که تخلیه بود ولی یه انباری توی زیر زمین داشتیم که خرت و پرتای قدیمی و بلا استفاده توش مونده بود. مادرم سپرد به من که برم و وسایل رو بریزم تو حیاط. هر چی به درد بخور بود بفروشم و بقیه رو هم یا بدم به در و همسایه یا بریزم دور. یه روز مرخصی گرفتم و رفتم خونه و همه زیر زمین رو ریختم تو حیاط. هرچی دیگ و لگن رویی و مسی داشتیم فروختم به نون خشکی. چند تا فرش و موکت کهنه هم بود که دادمشون به هیئت محلمون. بقیه‌ش هم دیگه چیز به درد بخوری نبود. همه رو بردم و ریختم توی سطل زباله. بین وسایل یک کتابم بود که موش گوشه هاشو جویده بود. اونو دلم نیومد بندازم دور. دستی نوشته شده بود و به نظر می اومد خیلی قدیمی باشه. کارم که تموم شد برگشتم مغازه. کتابو هم گذاشتم روی یکی از قفسه ها. شب که کارم تموم شد و میخواستم برم خونه، صاحبکارم کتابو دستم دید و چند لحظه ای نگاش کرد و گفت اگه خواستی بفروشیش من خریدارم. حرف اون باعث شد نگاهم به اون کتاب عوض بشه. آخه صاحبکارم خیلی حالیش بود و امکان نداشت روی یه چیز بی ارزش دست بذاره. الکی بهش گفتم یادگار پدرمه و فروشی نیست. ولی همون شب به جای رفتن به خونه راهمو به طرف راسته کتاب فروشیا و صحافیا کج کردم و کتابو به چند نفر نشون دادم. همشون بلا استثناء از قیمتی بودن کتاب گفتن ولی هیچ کدومشون خریدارش نبودن. میگفتن وسعشون به خریدش نمیرسه. من که گل از گلم شکفته بود و فکر میکردم گنج پیدا کردم، از یکیشون پرسیدم کسی که خریدار اینجور کتابا باشه رو سراغ داره یا نه. اونم آدرس حجره زرگری یه نفر رو داد به اسم حاج سیف الله. اون شب برای رفتن به حجره دیر وقت بود. رفتم خونه ولی حرفی از کتاب به مادرم نزدم. گفتم اگه بگم چند تا شریک پیدا میکنم.
اون کتاب و سهم خودم میدونستم. به هر حال خودم پیداش کرده بودم. فردای اون روز بعد از کارم رفتم حجره حاج سیف الله. یه مغازه طلا دو دهنه داشت که 3-4 نفر براش کار میکردن. از فروشنده ها سراغشو گرفتم. گفتن برای سالگرد فوت خانومش رفته ولایتشونو تا 1 هفته 10 روز دیگه هم بر نمیگرده. هرچی پرسیدم ولایتشون کجاست یارو نم پس نداد. انگار میخواست محل سایت هسته‌ای رو لو بده. به ناچار از مغازه بیرون زدم. یه دفعه چشمم خورد به اعلامیه ترحیمی که روی در مغازه چسبونده شده بود. دیدم روش نوشته سالگرد حاج خانم فلانی، همسر حاج سیف الله. آدرس زیرش رو خوندم و در کمال تعجب دیدم روستای محل برگزاری مراسم همون روستای زادگاه پدرمه، یعنی رضویه. با خوشحالی رفتم خونه. چند روزی توی مغازه سرم شلوغ بود. بار جدید رسیده بود و حاج آقا مرخصی بهم نمیداد. مجبور شدم کار 1 هفته رو توی چند روز انجام بدم و 2 روز مرخصی بگیرم. کتابو برداشتم و ماشین برادرم و قرض گرفتم. یه بهانه‌ای برای خونه جور کردم و رفتم رضویه. اولش رفتم امامزاده و زیارت کردم. رضویه یه امامزاده داشت به اسم رضا که میگفتن از نواده های امام رضاست. به خاطر همنام بودنش با امام رضا خیلی طرفدار داشت و از همه جا برای زیارتش می اومدن. به همین خاطر رستوران و مسافرخونه هم داشت. یه اتاق برای 2 روز اجاره کردم. نهار رو خوردم و رفتم سراغ حاجی. پلاک خونه رو داشتم ولی نیازی هم نبود، چون در و دیوار خونه پر بوده از بنرای تسلیت و پارچه های سیاه. در خونه باز بود. یالا گفتم و وارد شدم. انگار مراسم تموم شده بود و داشتن جمع و جور می کردن. به یه نفر گفتم با حاج سیف الله کار دارم و یه اتاق و گوشه ی حیاط به هم نشون داد. رفتم جلو و در زدم. حاجی یه پیرمرد با موها و محاسن سفید توی اتاق نشسته بود و داشت قرآن میخوند. سالگرد فوت خانومش رو تسلیت گفتم و با اجازهش رفتم نشستم توی اتاق. خودش از قوری و سماور گوشه اتاق برام چای ریخت و خرما و حلوا گذاشت جلو. یه چای و خرما خوردم و فاتحه دادم. خودش سر حرفو باز کرد و گفت غریبه جوون. گفتم بله، راستش یه کار شخصی با شما داشتم. رفتم حجره دیدم نیستی. آدرس رو توی اعلامیه دیدم و اومدم اینجا مزاحمتون شدم. حاجی متفکرانه نگام کرد و گفت خیر باشه، در خدمتم. کتابو که توی کیف دستیم گذاشته بودم نشونش دادم و گفتم میخواستم این کتابو بفروشم. از پدرم برام مونده. گفتن شما خریداری. حاجی کتابو برداشت و با دقت نگاش کرد. هر چی که میگذشت اخماش بیشتر تو هم میرفت. بعد از حدود 1 ربع کتابو پس داد و گفت راست کار من نیست. تعجب کردم. پرسیدم کس دیگه یو سراغ دارین که بخره؟ نمیدونم چرا اخماش باز نمی شدن. تند و تیز گفت نه نمیشناسم. بفرما برو، خیر پیش. تعجبم بیشتر شد. آخه اون اصلاً شباهتی به آدم چند دقیقه پیش نداشت. نه به اون خوش اخلاقی اولش و نه به این تلخی آخرش. بلند شدم و با ناراحتی رفتم بیرون. داشتم از در خونه بیرون می زدم که از پشت سر صدام کرد و گفت اگه جای تو بودم همین الان این کتاب و آتیش می زدم و خودم و خلاص می کردم جوون. گفتم مگه دیوانم حاجی؟ همه به هم گفتن چندین میلیون قیمت داره این کتاب. حاجی گفت فکر می کنی پدرت نمیدونست این کتاب قیمتیه؟ حرفش منو به فکر انداخت. راست می گفت. کتابای خطی همیشه خریدار داشتن.
پس چرا پدرم اون کتابو نفروخته بود و انداخته بودش لای آشغالا؟ حاجی که دید رفتم توی فکر گفت به حرفم گوش کن پسر جون. چیز خوبی از این کتاب عایدت نمیشه. گفتم خب بهم بگین چرا؟ همینجوری بی دلیل بدون اینکه بگین چندین میلیون پولو بسوزونم؟ حاجی یکم فکر کرد و دوباره به اتاقش دعوتم کرد ولی خودش داخل نیومد. تنهایی نشستم توی اتاق و کتاب و ورق زدم. هر جور بهش نگاه می کردم فقط چند خط دست نوشته بود. آخه چند خط دست نوشته ساده چه آسیبی میتونست به من بزنه؟ چند دقیقه بعد حاجی اومد و گفت دلیل این که بهت میگم بی خیال این کتاب شو اینه که خودم راهی و که تو میخوای بری رفتم و ضررش رو دیدم. داشتم از تعجب شاخ در می آوردم. گفتم حاجی من نمیفهمم. آخه یک کتاب چه ضرری میتونه به من یا شما بزنه؟ حاجی گفت این یک کتاب معمولی نیست. نمیخواستم بهت بگم چون تو هنوز نزده داری میرقصی. این کتاب یه نقشه گنجه. یه گنج بزرگ و افسانه‌ای. نیشم تا بناگوش باز شد و گفتم خب این که خیلی خوبه. حاج سیف الله سرشو تکون داد و گفت بی خود به دلت صابون نزن. اگه این گنج دست یافتنی بود من و پدر خودت سالها پیش پیداش میکردیم. درسته که نقش الان دستته ولی همونقدر که اون گنج بزرگه محافظشم قدره. امکان نداره بذاره دست آدمیزاد حتی به یه سکشم برسه. این گنج مال یه جن به اسم زبعه. هیچ انسانی دستش بهش نمیرسه. خندیدم و گفتم جن دیگه چیه حاجی؟ حاجی گفت منم همون موقع خندیدم و این چیزا رو باور نداشتم. اینجا رو ببین. بعد صفحه آخر کتابو نشونم داد و گفت بخون ببین چی نوشته. توی آخرین صفحه درست تو خط پایانی نوشته شده بود زبعه و تاریخ چند صد سال پیشو زده بود. دست و پام یخ کرد و رنگم پرید. حاجی گفت دیدی؟ فقط با دیدن اسمش رنگت پرید. اگه خودشو ببینی چی میشی؟ اون شب به اصرار حاجی رفتم اتاق مسافرخونه رو تحویل دادم و برگشتم پیشش. گفته بود میخواد ماجرای گنج زبعه رو برام تعریف کنه. شام و کنار پسرا و عروسا و نوه های حاجی خوردیم و بعد از یکم صحبت جمع متفرق شدن و من و حاجی هم برگشتیم به همون اتاق. نشستیم کنار هم. حاجی آهی از افسوس کشید و گفت وقتی داشتن کلنگ زیارتگاه این امامزاده رو میزدن من و پدرمم حضور داشتیم. پدرم از بانیاش بود. دوست داشت خودمونم تو ساختن امامزاده کمک کنیم. منم هر روز میرفتم اونجا. کتابو همونجا پیدا کردم. وقتی داشتم پی ستونا رو میکندم یه جعبه دیدم که این کتاب توش بود. بی سر و صدا قایمش کردم و بعدن رفتم سر وقتش. عین تو افتادم دنبال فروشش ولی یهو فهمیدم که این کتاب یه نقشه گنجه که نشونیش تو نوشته های کتاب رمزگذاری شده. خیلی دویدم و کلی پول خرج کردم تا بالاخره یکی رو پیدا کردم که رمزش رو شکافت و نقشه گنج رو داد دستم. ولی باورت نمیشه اگه بگم گنج کجا بود. همونجا زیر امامزاده. یعنی همون جایی که کتابو پیدا کرده بودم. نمیدونستم چی کار کنم. ساختمون امامزاده تازه تکمیل شده بود و من هیچ بهانه‌ای برای کندنش پیدا نمی کردم. علاوه بر اون متولی امامزاده همیشه اونجا بود و هیچ رقمه نمیشد به اونجا نزدیک شد. چند وقتی گذشت. با اینکه پدرم آدم سرشناس و ثروتمندی بود ولی وسوسه گنج ولم نمی کرد. تا اینکه یه روز یه گروه تعزیه اومدن توی روستا.
همه مردم جمع شدن توی میدون تا تعزیه رو تماشا کنن. حتی متولی امامزاده هم رفت. من فرصت و غنیمت شمردم و با چند تا کارگر غریبه که از شهر آورده بودم رفتم سر وقت امامزاده. به کارگرا پول خوبی داده بودم و گفته بودم داریم ساختمون امامزاده رو تعمیر میکنیم. اونا هم باور کردن چون هنوز توی محوطه امامزاده ساخت و ساز بود. بیچاره ها مثل لودر میکندن. کل صحن امامزاده رو زیر و رو کردیم ولی فقط یه سکه پیدا کردیم. همونم خوب بود و نشون میداد که نقشه درسته. مشکل اینجا بود که وقت زیادی نداشتیم و هر لحظه ممکن بود تعزیه تموم شه و متولی برگرده سر کار. به ناچار یکی از کارگرا رو فرستادم توی مسیر نگهبانی بده و اگه متولیو دید سرشو گرم کنه و نذاره بیاد این سمت. مجبور شدم راستشو بهش بگم و اونم با فهمیدن موضوع گنج طلب سهم کرد. منم قبول کردم. خودم به جای اون کارگر رفتم توی گودال و شروع کردم به کندن. هرچی بیشتر زمینو میکندیم هوای داخل گودال سردتر میشد. یه ساعتی گذشت. ناگهان یکی از کارگرا داد زد اوسا یه چیزی پیدا کردم. رفتم دیدم بیلش خورده به یه سطح فلزی صاف. با احتیاط خاکای کنارشو کندیم و کنار زدیم و دیدیم یه تیکه فلز مثل یه در 1x1 توی زمین. 4 طرف درم قفل داشت. با کلنگ زدیم و قفلا رو شکستیم و به کمک کارگرا در فلزی رو بلند کرد. باورت نمیشه پسر جون چی اونجا بود؟ اونجا یه صندوق طلا نبود. یه دریا از سکه های طلا بود. چشمای کارگرا 4 تا شده بود. خود منم بدتر از اونا بودم. با خوشحالی به کارگرا گفتم سهم شما محفوظه. فقط باید دهنتون قرص باشه. کارگرا با این حرف افتادن روی طلا. ولی با اولین سکه‌ای که از گنج برداشتن دیواره ها شروع به لرزش کردند. گودالمون اونقدری عمق نداشت که بترسیم توش دفن بشیم. ولی اون لرزش ها انگار هر لحظه به عمق گودال اضافه می کردن. من زرنگی کردم و پریدم از گودال بیرون. ولی کارگرا مونده بودن توی گودال. با بدبختی کشوندمشون بیرون و گنج جلوی چشم ما توی اعماق زمین فرو رفت و ناپدید شد. حالا من مونده بودم با یه گودال بی سر و ته وسط امامزاده و چند نفری که گنج رو دیده بودن و ممکن بود منو لو بدن. مجبور شدم 2 برابر پولیو که بهشون قول داده بودم پرداخت کنم و ردشون کنم برم. خودمم یه مدت از روستا گم و گور شدم. ولی شبا یه جن می اومد سراغم و تا میتونست اذیتم میکرد. اولین بار نیمه شب اومده بود سراغم و نشسته بود روی سینم. یه دفعه توی خواب حس کردم دارم خفه میشم. گفتم حتما بختک افتاده روم و سریع بلند شدم. ولی با قیافه اون جن روبرو شدم. خدا نخواد جوون که چهره اونو ببینی. یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی. یعنی با یه شیر گرسنه توی یه قفس بیفتی میارزه به دیدن اون جن. گفتم از کجا میدونین ذبعه بوده؟ گفت خودش بود چون توی هیبت یه زن ظاهر میشد. بار دوم که اومد نشست روی شونم. هر جا میرفتم روی شونم نشسته بود. اونقدر سنگین بود که از سنگینیش فریاد میزدم ولی کاری از دستم بر نمی اومد. مثل یه حیوان وحشی چنگالاش رو فرو میکرد روی شونم و ولم نمیکرد. مردم فکر میکردن دیوونه شدم. حتی پدرم یه سید آورد برام سرکتاب باز کرد. ولی ذبعه ول کنم نبود. نمیدونستم از جونم چی میخواد. حموم که میرفتم با شلاق میافتاد به جونم. اونقدر منو میزد که تو خون خودم غوص میکردم و میومدم بیرون. هرچی التماسش میکردم که چی از جونم میخواد حرفی نمیزد.
تا اینکه بالاخره مجبور شدم راستشو به پدرم بگم. پدرم خیلی از دستم شکار بود، ولی اولادش بودم و مهرم به دلش بود. خدا بیامرز آدم بزرگی بود. همه جا دوست و آشنا داشت. برام پرسجو کرد که چطوری میشه از شر ضبع خلاص شد. یکی بهش گفته بود پسرت یه چیزی از ضبع دستش داره. تا اینو شنیدم فکر کردم کتاب او. شبی که ضبع اومد سراغم کتابو بهش پیشکش کردم. کتابو برد، ولی بدتر از همیشه شکنجم داد. پدرم میگفت خوب فکر کن ببین چیزی از اون گنج بر نداشتی؟ منم میگفتم نه هیچی بر نداشتم. اونقدر توسط ضبع آزار و اذیت شده بودم که ازم یه پوست و استخون مونده بود فقط. دوست داشتم بمیرم و از این عذاب خلاص بشم. پدرم هم پا به پای من زجر میکشید و انواع رمال و دعانویس و جنگی رو بالای سرم آورده بود. اونایی که ضبع رو میشناختن همون حرفای تکراری رو میزدن. میگفتن باید چیزی که ازش برداشتی و پس بدی. یه روز پدرم مجبورم کرد بشینم و مو به مو ماجرای اون روز رو براش تعریف کنم. منم همه چیزو گفتم تا اینکه رسیدم به پیدا کردن اولین سکه. پدرم با خوشحالی گفت همینه، اون دنبال همون سکه است. ولی خب من نمیدونستم سکه کجاست. بعد از اون اتفاقات اصلاً پی سکه رو نگرفته بودم. ولی حدس میزدم دست یکی از کارگرا افتاده باشه. با پدرم افتادیم دنبال کارگرا. چند وقتی دنبالشون بودیم و بالاخره پیداشون کردیم. همشون منکر سکه شدن تا اینکه یکیشون در قبال مقدار زیادی پول سکه رو بهمون پس داد. یه شب که ضبع اومده بود سراغم سکه رو بهش دادم و اونم گرفتش و رفت و دیگه هم پیداش نشد. با ناباوری به حرفای حاجی گوش کردم، ولی حسابی وحشت زده شده بودم. ضبعی که حتی از یه دونه سکه‌شم نگذشته بود چطور میخواست از گنجش بگذره. حاجی که دید توی فکرم پیرنشو بالا زد و کمرشو به هم نشون داد و گفت اینا رو ببین، هنوز جای شلاقه و چنگه و ناخوناش روی بدنم مونده. حاجی بنده خدا راست میگفت. تمام بدنش آثار زخمای کهنه و گوشت اضافه بود. حاجی رخت خوابامونو انداخت و گفت من گفتنیا رو بهت گفتم. حالا دیگه خود دانی. اون شب و پیش حاجی خوابیدم، ولی تا خود صبح خوابم نبود. اگه 2 دقیقه چشام رو هم میرفت خواب ضبع رو میدیدم. یادم نمیمون چی دیدم، ولی میدونستم که یه چیز ترسناک اومده به خوابم و با وحشت و نفس زنان از خواب میپریدم. فرداش برگشتم مشهد. هر کاری کردم کتابو بسوزونم دلم نیومد. برای من کارگر چند میلیون کلی پول بود. چند هفته‌ای گشتم و یه مشتری به غیر از حاج سیف الله پیدا کردم. کتابو بهش فروختم و پولشو زدم به زخم زندگیم. ولی هنوزم که هنوزه چشمم پی اون گنجه.